غفور التماس گپی گنده نگویید؟ نه 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 حالا من یگان گپی گنده نگفتم. قسم خورده بودم که چاروای کسی از باغ من صحت و سلامت نمی براید. قسم رو شکستم از برای تو. از برای من؟ آره از برای تو. خون به سرم زد. چاروا را دست و پا بستم و خواستم که سر از هم جدا کنم. و یادم نمد یعنی تو رسید چاروا را سر دادم. تشکر اکوی غفور. اکا نگو سنم، اکا نگو. چی گویم؟ سنم اگر راضی باشی بزرگ گوسفندانت پاپا که من در آمدن گیرم. برای چی؟ خودت ناز میدونی. من هیچ چیزی رو نمیدونم. ماشین میخرم. و چی؟ صادق شوهرت بیند و از رشک و حسد مراد. نه بابای غفور. بابا نگو سنم. و حالا من جوانم. او با عمر شما ارچه نمونده است تو. سنم مسخره نکن. قهرم را نخزم. قهرتگر بینید اگر. سنم تو مرا نمیدونی. نه تو مرا نمیدونی. اگر همین صغیره نعمت جیانت مالبونت باشد یک روز نه یک روز باز بزرگ گوسفندانت با باغ من میدرآیند. انا آن وقت ببینی که لینگ گوسفندت در شاخ گیلاس آویزان. نه ترسم بابای غفور. ای بابا نگوی. از 9-18 ساله شوی که نظرم تو رو نمیگیرم. حالا همین خیر. همین خیر. ما گیر صورته. صدقه چی؟ گم شو از نظرم.